سلام، وقتتون بخیر. امروز با یک کارفرمای ساعت 10 قرار داریم. یک ایالت دیگه و حدودا 5 ساعت تو راه هستیم. بعد همین ساعت 4:30 صبح راه افتادیم که با کارفرمایی که قرار داریم برسیم به قرارمون. برای مهندسان برقمون که هم در ایران هستن و چند تا مهندس برق هم داریم که در آلمان هست به دنبال کار هستن. با این کارفرما قرار داریم. امیدواریم که امروز بتونیم کارفرما رو قانع کنیم و رزومه بچه‌ها رو بدیم و بتونیم وقت مصاحبه یا قرارداد براشون بگیریم. خوشبختانه جلسه ما با کارفرما تموم شد و برای هفته آینده به 3 تا از مهندسین برق ما وقت مصاحبه دادن. امیدوارم که این عزیزان تو مصاحبه قبول بشن و ما براشون قرارداد کارشون رو بگیریم. Deutschlandweit, manchmal auch im Ausland, aber selten in der Regel ist irgendwo in Deutschland oder wirklich